سلام. هرچقدر که وضعیت رژیم آخوندی خرابتر میشه و این رژیم در محاصره بحرانهای داخلی و منطقه‌ای و بین المللی بیشتر دست و پا میزنه، بحث چگونگی سرنگونی این رژیم هم بیشتر مطرح میشه. این روزها با انواع و اقسام تئوری‌ها در رابطه با سرنگونی رژیم مواجهیم. یه عده میگن باید حمله خارجی صورت بگیره، یه عده میگن رژیم خودش به زودی فرو میپاشه، یه عده میگن باید تظاهرات میلیونی شکل بگیره. یه عده براندازنما هم هستن که چشم به درون نظام دوختن و میگن باید رفت و عناصری از سپاه و بسیج و مجلس آخوندها رو جذب کرد. در هر حال قوقاییه. مجاهدین میگن استراتژی سرنگونی قیامی که از طریق کانونهای شورشی سازماندهی و هدایت میشه. میگن باید 1000 اشرف و 1000 کانون شورشی ساخت. در این ویدیو میخوایم راجع به همین موضوع صحبت کنیم، اینکه کانونهای شورشی چه نقشی دارن و رابطه اونها با قیام سراسری مردم ایران چیه. اساساً برای وقوع هر فرایندی ما نیاز به 2 پارامتر پایه‌ای داریم، یکی مبنا و یکی شرط. به عنوان مثال پدیده مثل تولد یک جوجه رو در نظر بگیرید. مبنای تولد این جوجه وجود تخم مرغ، یعنی تا تخم مرغ نباشه جوجه ای از اون متولد نمیشه. اما آیا تخم مرغ به طور خود به خودی به جوجه تبدیل میشه؟ هرگز. این تخم مرغ برای اینکه به جوجه تبدیل بشه نیازمند دمای بدن مرغ. بدون این دما نه تنها تخم مرغ تبدیل به جوجه نمیشه، بلکه اصلا فاسد میشه. اون دمای مناسب در واقع شرط لازم برای تبدیل اون مبنا به جوجه است. مجاهدین معتقدند که در پهنه اجتماعی امروز ایران هم کانونهای شورشی همون شرط لازم هستند که میتونن قیام مردم ایران رو به سرنگونی دیکتاتوری ولایت فقیه بالغ کنن. حالا چگونه؟ الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید، ما با یه جامعه جوشان و خروشان مواجهیم. جامعه‌ای که ماهاست در اون قیام جریان داره. مردم خشمگینن، گرسنن. اقشار مختلف اجتماعی از ظلم و ستم و سرکوب به تنگ اومدن. خشم متراکم اجتماعی از هر فرصتی برای فوران استفاده میکنه. اما در مقابل ما با رژیمی مواجهیم که تمام سرمایه‌های این سرزمین رو داره خرج اختناق میکنه. انواع و اقسام ارگان‌های سرکوبگر داره، سپاهی داره، اطلاعاتی داره، بسیجی داره، سازماندهی میکنه، سرکوب میکنه. با این اقداماتش مانع از شکلگیری تجمع‌های میلیونی میشه، فضا رو میبنده، جریان‌های انحرافی رو راه میاندازه، مردم رو ناامید میکنه، وحشت افکنی میکنه. خلاصه با استفاده از همه امکانات و سرمایه‌ها و ارگان‌هایی که در اختیار داره تلاش میکنه تا این قیام خودانگیخته مردمی رو خاموش کنه. درست در چنین شرایطی وجود یک شرط تعیین کننده ضروری میشه. این همون چیزیه که مجاهدین بهش میگن کانونهای شورشی. یعنی اینکه مردم و مقاومت ایران هم باید در برابر این سرکوب سازمان یافته رژیم از عنصر سازماندهی برخوردار باشن. چرا؟ برای اینکه بتونن شعله‌های قیام رو فروزانتر و گسترده‌تر کنن، برای اینکه راه باز کنن که پتانسیل قیام بارز بشه، برای اینکه جلوی انحرافات بایستن، برای اینکه قیام رو از حالت فرسایشی در بیارن و سمت و سو بدن، برای اینکه همیشه این آتش رو فعال نگه دارن. خود رژیم آخوندی بیش از همه به این نقش آگاهه و این روزها مهره‌های ریز و درشتش به اون اعتراف میکنه. قانون‌های شورشی، گروهک منافقین که چند سال قبل با اخراج از پادگان اشرف و اقامت موقت در کمپ لیبرتی مسیر راهبردی خود را تغییر داده، شیوه و روش دهه 60 را احیا نمود. با حمایت مریم رجوی و با فعال شدن مهره‌های خاموش منافقین در داخل کشور، هسته‌های چند نفره موسوم به کانون‌های شورشی در داخل کشور تشکیل و شروع به فعالیت‌های خرابکارانه کردند. دستورالعمل گروهک منافقین برای هسته‌های داخل کشور ابتدا با یکان شورشی آغاز شد. مفهوم یکان از واژه ریاضی آن گرفته شده است. یکان در مقابل دهگان و صدگان.
آنها بهترین راه برقراری ارتباط را در بستر شبکه‌های مجازی یافتند و توانستند با سوء استفاده از امکانات این رسانه ارتباطی پروژه اغتشاش در کشور را کلید بزنند. سایت بهارستانه 6 شهریور در حال حاضر عنصر تعیین کننده به نسبت اغتشاشات دیمای 96 متشکل شدن اغتشاشگران است. تشکل‌هایی به نام کانون‌های شورشی درست کردند که هم قدرت تکثیر نیرویی دارند و هم از پتانسیل جایگزینی لیدرهای صحنه برخوردار میباشند. آخوند سالک، عضو مجلس ارتجاع: مجاهدین در تاکتیک‌های خود دست به تغییراتی زدند. در اغتشاشات دیما یک زمان 1 تا 2 روزه نیاز بود تا شعارهای مردم از شعارهای صنفی و اجتماعی به شعارهای سیاسی و ساختارشکنانه تبدیل شود. اما در تجمعات غیرقانونی چند روز گذشته، چند دقیقه بعد از شروع تجمع، جمعیت شروع به دادن شعارهای ضد نظام و ساختارشکنانه می‌کردند. در پایان فراز آخر از پیام شماره 10 مسعود رجبی رو با هم مرور می‌کنیم. این همه حرفه. پاسخ واقعی و ضروری و حقیقی در جنگ 100 برابر و شورشگری حد اکثر بوده و هست و خواهد بود. آنقدر که از طریق کانونهای شورشی به ارتش آزادی بخش ملی اطلاع یابد و سپاه دشمن ضد بشر را در هم بکوبد. راستی وقتی دیکتاتوری دینی میزند و حمله میکند و آتش میگشاید چه باید کرد؟ مشت در برابر مشت، حمله در برابر حمله، آتش جواب آتش.